سوال دیگر میگویم فرزند اگر نقصدار تولد شود سبب مگر گناه پدر و مادر است؟ اگر فرزند معیوب تولد شود یا نقصاندار تولد شود اصل این است که گناه پدر و مادر نیست، چون که در شریعت قاعده عمومی هست. در سوره انعام الله تعالی میگوید که ولا تزر وازره وزر اخرى، یگان انسان گناه انسان دیگر را نمیبردارد. در شریعت ما اگر پدر گناه کند پسر را جزا داده نمیشود، یا پسر اگر جنایت کند پدر را جزا داده نمیشود. هر یک انسان به گناه خودش به جوابگیری کشیده میشود. لیکن این دنیای امتحانی هست. الله تعالی در سوره انبیا میگوید که ونبلوکم بالشر والخیر فتنة، ما شما را با بدی ها و نیکی ها امتحان میکنیم. فتنة یعنی همچون آزمایش، همچون امتحان. البته وقتی که فرزند انسان نقصدار تولد می شود این هم امتحان به پدر و مادر او که آیا به این مصیبتی که از جانب الله تعالی به آنها آمد صبر میکنند یا نه، و هم امتحان به خود آن فرزند که میگه من چی گناه کردم که الله سبحانه و تعالی مرا از روزی که به دنیا آمدم نقصاندار آفرید. البته شرط نه که هر یک مصیبت سببش گناه باشد، بله اکثر مصیبت ها سببش گناه است، ولی مصیبت های می شود برای بالا برداشتن مرتبه انسان در آخرت. مصیبت های می شود همچون امتحان که اگر بنده صبر کرد الله تعالی جزای بهترین را برای او در آخرت نصیب روزی می گرداند. و این دنیا وقتی که فرزند به دنیا می آید و از ایامی به دنیا آمدنش بیمار می شود، کودکی بیگناه، دلالت به آن می کند که این دنیا جای راحت نیست. الله تعالی در سوره بلد می گوید لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان را به این دنیا به مشقت آفریدیم و راحت، لذت، حیات حقیقی این در جنت است. ولی اگر پدر و مادر صالح باشند به فرزندان نیکی آنها میرسد. دعای آنها در حق فرزندان و عملهای صالح آنها سبب می شود که الله سبحانه و تعالی به فرزندان آنها نیکی کند. خیلی که گاه بعضی گناه ها سبب می شود که الله سبحانه و تعالی به سبب گناه پدر فرزند را جزا دهد. خیلی که شخصیتی که دندان مبارک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را در جنگ احد شکست، ابن القیم رحمت الله علیه گفتند که هر فرزندی که از او تولد میشد یا بی دندان تولد میشد، مقصد دندان نمی برآورد، یا اگر رفت و دنداندار صاحب دندان شود دهانش بوی بد میکرد که مردم از او اذیت میدیدند و گفتند که این از کثافت پدرها به پسرها هست، چون که الله تعالی این نشانی که هو الابتر گفته بود. البته بد بیننده تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابتر است، دنبریده هست، در نسب او مصیبت می آید. یعنی تحقیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حقارت و مسخره کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این یک گناهی است که گاه شؤم و کثافت او به فرزندان آن انسان هم برسد. ولی اصلا قاعده عام هست که هیچ کسی به گناه کسی به جزا گرفتار نمی شود.